соат дар Прага расо 14 аст ва чун маъмул дар ҳамин вақт барнома ахбори озодӣ сақдим шумо. На фирор ба ҷангал фоида карду, на ҳаво додани худ аз дуввум ошиёна. Нирӯҳои амнияти дар вилояти Ленинград муҳоҷиронро бо сагҳои бӯйгир шикор намуданд. марги сокинон бар асари заҳролудшавӣ аз дуд, айб дар ангишту бухорӣ аст ё риоя нашудани қоидаҳои бехатарӣ. سری وقت توزه نمیکنن. وقتی مثال دوده میگه خونه دود لغت میکنه پیشکار даже توزه نمیکنن. و австралия истифода аз шабакаҳои иҷтимоиро барои наврасони то 16 сола расман маън кард. кишварҳои дигар ҳам ин таҷрибаро меомӯзанд. аммо шурӯъ мекунем аз он ки имрӯз дар пойтахти туркманистон форуми байналмилалӣ бахшида ба 30-умин солгарди бетарафӣ ё худ нейтралитети Туркманистон доир шуд. дар ин нишаст раҳбарони кишварҳои гуногуни олам ва аз ҷумла президентҳои Русия, Эрон, Туркия, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон иштирок доранд. телевизиони Русияи Дождь дар шабакаи Фейсбук навори суханронии Владимир Путинро нашр кардааст ки дар он раҳбари Русия наздик ба 1 дақиқа бо микрофони خاموش صحبت میکند. البته بعداً میکروفون فعال شده و سخنرانی ادامه کرده است. سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان طبق اخبار رسیده بدون مشکل جریان گرفته است. امامعلی رحمان به تهدید و چالش‌های جهان معاصر اشاره کرده گفته است این مشکلات رشد اقتصاد را به عقب می‌زند. وی به نقش اعتمادی استوار برای تامین رشد دوامدار تاکید کرده است. بینندگان عزیز، تفصیلات نشست اشقابات را در سامانه رادیو آزادی پیدا کنید. از اول سال جاری بیش از 1000 مهاجر کوری از ولایت نیژنی نوفگوراد روسیه اخراج شدند. بنا به آماری که اجراچیان سعودی نشر کردند، در میان رانده شده ها زادگان تاجیکستانی نیز هستند. ظاهرا سال آینده هم برای بود و باش شهروندان خارجی در این کشور محدودیت‌های بیشتر ایجاد خواهد شد، چون که نمایندگان روسیه عادل برای حقیقت اعلام کردند که تدبیرهای نو را برای برقرار کردن ترتیبات در بخش مهاجرت مهنتی به دومه دولتی پیشنهاد نمودند. А ну сюда выходим! Сюда идем! Сейчас стрелять будем! گروه از مهاجرانی که در ساختمان کار می‌کردند هنگام عملیات نیروهای امنیتی در ولایت لنینگراد روسیه تلاش فرار کردند. در این باره پلیس روسیه روز 12 دکبر با نشر یک ویدیو خبر داد. در این نوار دیده می شود که پلیس با سکای بویگیر در دو ساختمان در دهه میستالابای ناحیه سیوالوشک رید می‌گذرانند. چند نفر از مهاجران کوشش فرار به جنگل می‌کنند اما دستگیر می‌شوند. یک مهاجر دیگر خود را از آشیانه دوم به زمین می‌اندازد ولی دور رفتن نمی‌تواند. در مجموع کارمندان پلیس سندهای تقریبا 100 شهروند خارجی را تفتیش کرده ایزی انگشتانشان را گرفتند. در این بین 20 مهاجری را که سندهایشان مشکل داشته است و شعبه پلیس بردند. پلیس روسیه گفته است اکثریت آنها را اخراج می‌کنند. همچنین برخی از مهاجران که پتنت کاری داشتند اما زبان روسی را نمی‌فهمیدند سنجیده می‌شوند که چگونه امتحان زباندانی سپردند. در همین حال حزب روسیه عادل برای حقیقت تحت رهبری سرگئی میرانوف یک بسته اصلاحات را که اصول جلب مهاجران را به کلی تغییر می‌دهد به دومه دولتی پیشنهاد کرده است. با گفته نمایندگان حزب مقررات اصلی طرح لغو نظام پتنتی، محدود کردن مهلت اقامت مهاجر در روسیه با شرطنامه کاری و گرفتن شاخص‌های بیومتری در دوام 30 روز بعد ورود در روسیه را در بر می‌گیرد. علاوه بر این کارفرمایان باید تمام خراجات مربوط به ثبت نام کارگران خارجی در مقامات مهاجرت، دریافت اجازه کار، بیمه طبی و تامین با منزل را پرداخت کنند. همچنین پیشنهاد شده است که ورود خانواده‌های مهاجران کاری از جمله همسر و فرزندان آنها به روسیه منع کرده شود. روسیه در دوام 2 سال اخیر الکی ده‌ها قانون محدود کننده حضور مهاجران کاری را قبول و با این راه ده‌ها هزار مهاجر خارجی را اخراج کرد. مقامات تاجیک میگویند که سال گذشته از روسیه بیشتر از 30,000 مهاجر تاجیکستانی رانده شدند. احتمال می رود که این عدد به مراتب بیشتر باشد.
در تاجیکستان یک جوان 30 ساله را به زندان محکوم کردند که با امید عفو شدن به کشور برگشته است. زاهد قوتوف یک ساکن نویه ونج که با ارسال نامه به عنوان رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی از او خواسته است با استفاده از یک بند مخصوص قانون او را عفو کنند، ماه نوامبر به 6 سال زندان محکوم گردیده است. به گفته نزدیکان زاهد قوتوف ساکن جماعتی از گلام را که از او قاری زاهد هم نام میبرند بعد بازگشت دستگیر کردند و ماه نوامبر امسال با گناه شرکت در سازمان‌های افرادگرا و مساعدت کردن به فعالیت آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی زندانی نمودند. زاهد قوتوف زاده دهه ژمکی از گلام صاحب 2 فرزند است و مقامات انتظامی ماه مارس امسال بر ضد او با اتهام افرادگرایی پرونده جنایی باز کردند. نزدیکان زاهد قوتوف میگویند وی در روسیه در مراسم‌های توی و اعضای هموطنان خود امر معروف میکرد. در تاجیکستان سال نیست که خبر مرگ ساکنان از دود انگشت رسانه‌ای نشود، زیرا مردم در این کشور در تیرما و زمستان با محدودیت برق میگیرند و مجبورند با انگشت خانه ها را گرم کنند، چون راه دیگری را به جز نمیبینند. مصاحبان همکاران موزرانگیز نوروزشاه و امیر ایسوف میگویند یک سبب سر زدن فاجعه ها انتخاب و نصب نادرست بخاری و رعایت نشدن قاعده های بخطری هنگام استفاده انگشت می باشد. این خیلی نبین علال شده تخشیدو در میگیرم. عبادت نظر و بخاری یا پیچکه را دوست می دارد ولی فرزندانش نه. آنها چند سال است تلاش دارند خانواده از استفاده بخاری و انگشت خلاص شود و فاجعه های مرگ و میر آدمان را در دود کومور دلیل می آورند. اما همانا در بخاری این خانه انگشت می سوزد. 30 سال رفتگی به خیلی نمیتونیم عادت کردگی. های سویتوگ نیست، مجبوریم که با پیچکه را گیرون کنیم. خیلی احتیاط میکنیم، به خیلی نگاه میکنیم وقتی پیچکه را علو کردیم اول نگاه میکنیم که کوه کنجا نبروید دودش. خبرهای ناخوش فوت آدمان از دود انگشت او را هم تا جای ترسان و احتیاطکار کرده است. در این گوشه بازار کوشانیان دوشنبه کفشری بخاری ها در اوج است. تاجران میگویند بخاری هایشان راحت و بخطرند، اما خریداران از صفت و بخطری دیده بیشتر به نرخ دقت میدادند. یک سبب سر زدن فاجعه ها هم انتخاب و نصب نادرست بخاری و رعایت نشدن قاعده های بخطری بوده است. نادرست استفاده بودن همین پیچکوها هستند، به خاطر که همین توربوها رو نادرست فصل میکنن یا پیچکوها رو نادرست فصل میکنن. در همین حالت نو چکلی در بالا گفته گذاشتیم، اگر در این حالت باشد از بیرون برآوردن پیچکه اگر یک گردش باشد در همین حالت باشد و از دیوار خانه بیرون این حتما این نمیکشد، برای چی بروش هوا این رو اجازه نمیدهد که این دود خود را راست بیرون برآورد. دود برای شب‌پردان مردم سر وقت توزه نمیکنن. وقتی مثال دودا میگه خونه دود لغت میکنه پیشکار در توزه نمیکنن اپا نیست همین نموندو با هم به این حساب اینمی توربوی نراز یا نفر مثال این حساب میشه همین وقت استیکر شکوه پا دود برآمدنش ممکنه اپا باید آهنی مونن. هنگام استفاده انگشت باید هوای خانه پیوسته تازه کرده شود و نباید طبق عادت پیش از خواب بخاری با انگشت پر کرده شود. این عقیده متخصصان است. با گفته آنها شخصانی که از انگشت استفاده میبرند باید کمی درباره خاصیت‌های آن تصور داشته باشند، وگرنه در صورت نادرست استفاده بردن این مواد که دارای ماده‌های زیادی کیمیایی است، آن میتواند باعث زهرآلود شوی و مرگ آدم شود. وقتی که همو هیزم یا که انگشت ناپره میسوزد، یعنی که برای سوختن اکسیژن نمیرسد، اونجا با CO2 گاز نیو CO گاز، یعنی با زبان تاجیکی گاز اوگاری نام دارد، با مقدار کم هم انسان به ضرر آور است و راههای نفس کشی انسان را محکم میکنند. علامت هایی که انسان با اوگارن گاز زهرآلود شده ایستاده است، نفس کشی قین می شود. انسان در حالت حسیات خودش را گم می کند، چی شده است نمی فهمد. بعد و 2-3 بار نفس کشی قطعی همه انسان حالت قابلیت حرکت کنی هم گم می شود، یعنی فلش می شود انسان.
این علمی تاجیک میگوید یک راه پیشگیری از فاجعه ها در پی استفاده انگشت این است که این مواد پیش از فروش باید از ماده های زهرناک تازه کرده شود. این کار را باید با تجهیزات مخصوص و در کارخانه های کلان کنند. او یک نمونه چنین انگشتی کارکرد شده را به ما نشان داد که از ازبکستان آورده شده است. این انگشت مخصوص برای استفاده مردم عادی به فروش برآورده شده کاملا بی خطر بوده است. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. سر از 10 دکبر سال روان در استرالیا دسترسی نورسانی از 16 سال خردتر به شبکه‌های اجتماعی رسما منع شده است. حکومت این کشور با حمایه نسل نورس از مطالب خطرناک به این اقدام روی آورده است. هر شرکت عظیم تامین کننده شبکه‌های اجتماعی در حال بی‌اعتنایی به این دستور بیش از 32 میلیون دلار جریمه خواهد شد. در همین حال ممالک مختلف عالم اجرای عملی این قانون در استرالیا را پیگیری دارند تا جاری نمودن آن را در کشورهایشان مطرح کنند. موضوع را همکارم میرزا نبی خالقزاد ادامه می‌دهد. استرالیا اولین دولت جهان گردید که استفاده از شبکه‌های اجتماعی مثل تیک تاک، یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک را برای نورسان تا 16 سال رسما منع کرد. نخست وزیر استرالیا انتونی آلبانیز گفت این یک روز پر افتخار است. برخی قانونگذاران در اتحادیه اروپا هم می‌خواهند این تشبث را به خاطر حمایت صحتی روانی نابالغان در کشورهای خود جاری کنند. وکیل پارلمان اروپا کریستال شالدموسه تجربه استرالیا را نمونه خوبی عبرت نامید. در پارلمان اروپا چند پیش ما برای قبول یک تشبث اولیه خود آواز دادیم که جاری کردن محدودیت در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را پیش بینی می‌کند. ما می‌خواهیم تا 16 سالگی باشد، ولی اگر والدان اجازه دهند تا 13 سالگی می‌تواند باشد. می‌خواهیم این محدودیت نظارت شود. دعوت به جاری کردن محدودیت‌های سن‌وسالی در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در دیگر نقاط اروپا واکنش‌های گوناگونی را به بار آورده است. من کردن نمیدونم، با فکرم این قراری بسیار سخت است. شاید بهتر است نظارت جاری کنند و یک برنامه خودش معین کند که به کدام کاربر چی اندازه محصولات بدهد و چی نه. ولی این شاید برای الگوریتم مشکل شود. شاید بهتر است با نظرداشت کودکان تغییرات جاری شود و منع نکنند. این فکر خوب است، ولی نظارت اجرای آن مشکل می شود. کار والدان هم آسان خواهد شد چون که با آنها ضرور نمی آید فرزندانشان را در اینترنت نظارت کنند. به نظر من شبکه‌های اجتماعی از نظر معلومات فراوان و هم محصولات بی پردهشان پهلوهای تاریک زیاد دارند. برای جوانان بریتانیا خوب می شود. ضمناً یک قطار شرکت‌های جهانی حکومت استرالیا را برای قرار منع استفاده نورسان از شبکه‌های اجتماعی به دادگاه کشیدند. ولی وزیر بهداشت استرالیا مارک باتلر گفت تاریخ بسیار حادثه‌های را شاهد است که تشبث‌های حمایت از شهروندان با مانع‌های اشخاص و گروه‌های علاهده منفعت‌دار روبرو می‌شوند. ولی ما در تصمیم خود قاطع. و پلیس دوشنبه خبر داد که با گمان نشر نوارهای غیر اخلاقی و ترغیب کننده فحش اسفندیار اودرماتوی 24 ساله را بازداشت کرده است. مقامات میگویند گمانبر در شبکه‌های اجتماعی با نام ملکه سیفه باز کرده به جمع‌آوری و پخش غیرقانونی معلومات حیاتی شخصی دیگران مشغول بوده است. حالا او در حبس پیشکی قرار داشته، تفتیشات در موردش ادامه دارد. نظر اودرماتوف به این اتهام معلوم نیست، ولی خود او در گذشته در صحبت با رسانه‌ها و هم شبکه‌های اجتماعی درباره حیات شخصیش آشکارا صحبت میکرد. این جوان سالهای اخیر در روسیه کار و زندگی داشت و گفته بود که رسما تغییر جنس کرده و در این مورد سند هم دارد. دوستان مهربان، نشر نوبتی اخبار آزادی به پایان رسید، ولی تفصیلات و خبرهای نو دیگر را شما هر وقت فرصت داشتید در سامانه آزادی.org و صفحه‌های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی پیدا کردن میتوانید. تشکر که با ما هستید. ما در هفته نو کاری به خدمت شما برمیگردیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبانتون.